سری خاصا موضع نادر و کم نظیر دنیا با طبیعتی بهشت آسا. کوههای سر به سما، هوای تازه و چشمه‌های مصفا. این کوه‌ها از تاریخ کهن داشتن این موضع درک می‌دهند. دال و درخت مرغزار، میوه‌های لذیذ و شهدبار. ساکنان زحمت پیشه و شکرگزار. همین منطقه سری خاصا به نام همان محله گرفتگی است. آفتاب روی ولی در خونه همش ایساب چوربو، ایساب پروری، ایساب زامور پروری، همه شرایطش نافذه. هر قدم در این گوشه دیار خاطرمان و پراسرار. جذابیت سفر با راه پرپیچ و تاب قدقد دریا و داخل سنگاب. رسیدیم به شرشره سری خاصار. شرشره سری خاصار معجزه نادر طبیعت، مکان استراحت و فراغت. این شرشر رنگ شیر او باشه، سفید است. اینجا برای باد هواش، برای آبش، برای تلقینیش آمدن اینجا استراحت میکنن. طبیعت بای ناتکرار سری خاصار توجه سیاحان داخلی و خارجی را به خود جلب نموده است. سرگهی آب چشمه‌های شرشره از دل کوه عظیم. سرگهی آبی شرشره سری خاصار. سری خاصار طبیعت زنده پراسرار، گوشه از تاجیکستان بهشت آسا. همین وطن بهترین وطن است. بهشتش بگو خطا نمیکنه. روزهای نزدیک در تلویزیون علم و طبیعت.